خب دوستان عزیزم، حالا که با نام های نت بایوس و سرور وینز آشنا شده، میایم سراغ نام های FQDN. ما گفتیم دو نام داریم، نام نت بایوس FQDN سلسله مراتبی بود. کلا توی شبکه محلی ترجمه نام با IP برای توی زمانی که از FQDN استفاده میکنیم اینجوری انجام میشه. این کلاینت صرف نظر از این که چطوری مثلا فهمیده pc2.zarrafe.com کی هست، 102010 است، قبلش فهمیده خودش یه جدولی داره که تو خودش ذخیره میکنه. به این جدول میگن هاست فایل. توی هاست فایل دقیقا نوشته pc2.zarrafe.com 1002 است، pc3.zarrafe.com 1003 است و الی آخر. برای دیدن المنت هاست باز کافیه توی همون مسیری که قبلا گفتیم بریم سی ویندوز سیستم 32 درایورز etc و بعد اینجا فایل هاست رو باز میکنید. اینجا همونطور که می‌بینید نام ها چند قسمتی هستن. از این نام برای ترجمه نام با از این فایل برای ترجمه نام با IP FQDN ها استفاده میشه. یعنی ما اینجا میایم یه نام و آی پی رو تعریف میکنیم، کامپیوتر ما دیگه نیازی نیست از بقیه بپرسه، میره از تو فایل هاست نگاه میکنه و آی پی دیگران رو به دست میاره. خب دوستان از زمان ما تو این فایل تغییرات انجام میدیم. مثلا من اینجا یه رکورد تعریف میکنم با آی پی 10.2.0.1 و اسمشو میذارم pc1.zarrafe.com و یه دونه تعریف میکنم با IP 10.2.0 مثلا 3 مثلا میزنم server se.zarrafe.com. خب این فایل رو سیو میکنم، میبندمش، یه PC یه SD. من از پشت این کامپیوتر، یعنی در واقع چیکار کردم، من اومدم روی این کامپیوتر این فایل رو تغییر دادم، یه PC یک تعریف کردم و یه se.zarrafe.com. حالا از پشت همین کامپیوتر میام پینگ میکنم pc1.zarrafe.com. همونطور که میبینید 10.2.0.1 داره پینگ میشه، یعنی این کامپیوتر رفت از تو هاست فایل خودش نگاه کرد ببینه pc1.zarrafe.com کیه، دید نوشته 10.2.0.1 و حالا داره سعی میکنه 10.2.0.1 رو پینگ کنه اما 10.2.0.1 وجود نداره. یا اگر بزنید se.zarrafe.com ببینید 10.2.0.3 ترجمه میشه. چرا؟ خب خودمون این تنظیمات انجام داده. اومدیم داخل فایل هاست pc3 رو گذاشتیم 10.2.0 رو گذاشتیم se و این وقتی پینگ کرد se.zarrafe.com میخواد ترجمه نام با IP انجام بده، چون میبینه یک فایل FQDN میره سراغ هاست فایل، از تو هاست فایل میخونه میبینه 10.2.0.3 است و سعی میکنه 10.2.0.3 رو پینگ کنه، منتها 10.2.0.3 وجود نداره توی این شبکه که پینگ بشه. پس ترجمه نام با IP داره به وسیله فایل هاست به صورت لوکال انجام میگیره. خب دوستان عزیزم، حالا میخوایم ترجمه نام FQDN به IP با استفاده از سرور DNS رو بررسی کنیم. با استفاده از سرور DNS همونطوری که باز من یه مرور کلی میخوام ببینم تا کجا رفتیم جلو. ما گفتیم دو نام داریم FQDN، نت بایوس رو بدون سرور بررسی کردیم، بعد اومدیم نت بایوس رو با استفاده از سرور وینز بررسی کردیم. حالا میایم سراغ FQDN. گفتیم ناممون FQDN هست. ما اگه ناممون FQDN بود دو صورت میتونستیم ترجمه نام با IP رو انجام بدیم. یکی به صورت محلی با استفاده از
فایل هاست که تست گرفتم همه دیدن. یکی هم با استفاده از سرور، این بدون سروره، این با استفاده از سرور DNS. حالا بخوام سرور DNS چی و دقیقاً چه کاری انجام میده. پس نام ما الان دیگه FQDN NetBIOS name نیست. کلا سرور DNS داره اینجوری کار میکنه. دقیقاً کاری که وینز سرور انجام میداد رو DNS سرور هم انجام میده. اینجا یک سرور DNS اینجا مشاهده میکنید. این سرور DNS منه با IP 10.2.0. یک اینها هم کلاینت های من، نام ها و آی پی اش نوشته شده. این هم دیتابیس سرور هست. سرور DNS یک جدول داره دقیقاً مثل وینز سرور که توش نام ها و آی پی ها تعریف شده. منتها فرق DNS و وینز چیه؟ تفاوت DNS و وینز. DNS برای FQDN چی نوشته؟ DNS برای FQDN و توی ویندوز XP بعد استفاده میشه. وینز برای NetBIOS نیم، یعنی وقتی نامت NetBIOS نیم باید وینز رو اندازه کنی. بعد ویندوز XP و قبل از اون از NetBIOS نیم و وینز استفاده میکرد. منطور مکانیزم کلی دوتاش همینه که الان بررسی کردم، همونطور خودتونم مقایسه کنید. وینز رو قبلا بهتون توضیح دادم. نام pc100.zarafy.com آی پیش اینه، pcdc.zarafy.com اینه و db.zarafy.com آی پیش این است. تو این باید db سرور یا اسم اینو بذاریم db، اسم این db.zarafy.com. حالا این کلاینت مراحلی که انجام میشه، این کلاینت در ابتدا مرحله یک رو انجام میده، میخواد نام IP db1.zarafy.com رو به دست بیاره. سریع از DNS میپرسه db.zarafy.com کیه. DNS رو جدولش نگاه میکنه، میبینه آی پیش 10.2.0.3 هست، بهش برمیگردونه db.zarafy.com 10.2.0.3 هست. این قبل از این که با 10.2.0.3 ارتباط داشته باشه، یعنی دیتابیس سرور، میاد نام و آی پی رو هم که دریافت کرده داخل خودش کش میکنه داخل ریزالور. چرا این کار انجام میده؟ که سری دیگه ای که بخواد با دیتابیس سرور ارتباط داشته باشه دوباره نیاز نباشه از DNS بپرسه، خودش تو جدول خودش نگاه کنه و مثل اینکه شما زنگ میزنی 118، DNS دقیقاً مثل یک 118 است. زنگ میزنی 118 میگی شماره اداره مثلا فلان میخوام شمارهشو برات برمیگردونه، بعد اونو توی گوشیت یا توی دفترچه تلفن ذخیره میکنی که سری دیگه نخوای با 118 تماس بگیری و مستقیما با خود شخص تماس بگیری. در رابطه با تنظیمات سرور DNS مفصل صحبت خواهیم کرد. منتها تنظیمات کلاینت تا الان ما چون خیلی سریع میشه نگاه کن بهتون نشون بدم، ما باید به کلاینت ها معرفی کنیم DNS سرور آی پی چنده؟ 10.2.0.1. یعنی به اینم باید بگیم حواست باشه DNS 10.2.0.1. به تک تکشون باید بگیم DNS سرور 10.2.0.1 هست. برای این کار فرض کنین کامپیوتر من کلاینت میخوام DNS سرور رو بهش معرفی کنم، وارد تنظیمات آی پیش میشم، همون جایی که بهش آی پی اختصاص میدین ورژن 4 پراپرتیز. از همینجا توی فیلد DNS باید آی پی رو بزنی 10.2.0.1. پس برای کلاینت ها باید DNS رو به این صورت تعریف کن.